امارت اسلامی در چند قدمی تعامل با جامعه جهانی. ظاهراً برخی کشورها موضع سیاسیشان را از بهر اثرگیری روابط دیپلماتیک با امارت اسلامی را تغییر دادند. با تازگی وزارت خارجه آذربایجان گفته است قرار است این کشور روابط خود را با حکومت سرپرست از سر گیرد و سفارت خود را در سال 2004 میلادی در افغانستان فعال کند. هرچند زمان آغاز فعالیت سفارت آذربایجان در افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که الهام نریمان اغلو محمدوف را به عنوان سفیرش در افغانستان تعیین کرده است. این در حالی است که آذربایجان با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی فعالیت‌های سفارتش را به حالت تعلیق درآورده است. ما قصد داریم تا سفارت خود را در سال 2024 میلادی در افغانستان فعال نماییم و روابط دیپلماتیک خویش را با طرف قدرت حاکمه یعنی طالبان باز کنیم. روز گذشته ایبک سمدیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته شورای امنیت قزاقستان قصد دارد تا امارت اسلامی را از فهرست تحریم‌های خود بیرون کند و روابط سیاسی خود را با کابل گسترش دهد. اما روسیه در واکنش به اظهارات قزاقستان از بهر اثرگیری روابط با کابل گفته است آنچه از سوی آن کشور مطرح می شود موقف شخصی قزاقستان بوده و روسیه کدام برنامه برای برسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان ندارد. این کشورهایی که تصمیم گیری چندانی در سرنوشت ملت ها نیستند میخواهند با طالبان وارد مراوده و رابطه سیاسی باشند و در این رابطه سیاسی یعنی باز شدن سفارتخانه هایشان میتواند نقطه قدرت و امید برای طالبان باشد که روزنه را برای رسمیت شناسی طالبان توسط کشورهای دیگر باز بکند. این در حال است که تاکنون کشورهای آسیای میانه همچون ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان از کشورهایی اند که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی با افغانستان در تعاملند. موضعی که سرپرست وزارت امور خارجه گفته با بیش از 60 کشور دنیا در حال حاضر در حال تعاملند. در حال حاضر حکومت سرپرست تحت تحریم آمریکا و سازمان ملل متحد به سر میبرد و تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است.